بعضی از اینها خانم‌هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بدحجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میریزه. ردش کنید؟ مصلحت حق؟ نه. دل متعلق به این جبهه است. جان دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره، مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمیبینن. ما هم یه نقص داریم، اونم یه نقص داره. با این نگاه، با این روحیه برخورد کنید. البته نهی از منکر هم انسان میکنه، نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. پذیرای جوان باشید.